ویو خورده بود. نگاه چه سیسی گرده. شما نخندیدین؟ نه دیگه حساب نیست. دست رو دماغم نکردم فکر کنم پاشو ترافیک بردیم. نیمرخ شو ببینیم. آی سلام، خیلی مخلصم. عرض ادب دارم خدمت کسایی که دارن منو از باب یوتیوب صفحه رسمی خودم نگاه میکنن. الان بیا چیکار داری میکنی؟ سلام، خیلی چاکرم. با یه روز دیگه مرتضای کثافت، مرتضای کثافت، قدم بی‌لیاقت برو برید بالت. نه با صدام گفت. چرا گفت؟ یه بار صدام پرید برو. آقا صدام کجا بپره؟ نه اشکال نداره. سلام به صدام میرسه. نه اوکی. صدام آقا قرار امروز با مرتضی یه ویدیو سعی کن نخندی بزنیم. میشه مثلا من میدم در هر چی. من میدونی چرا من گردنم بو گرفته؟ چون با هر کی میگوزه میندازه گردن من. حالا همش میخواد بیفته گردن من. جریمه 3 تا بادکنک و از باد تو صورتت بهتره. بعد ترکه بنده کاری میکنه. ببین اگه من بخندم توف تو صورت من بادکنک میخوام بهتره کنم. این دیگه زنگ نیسته. ببین سومنگه بهتره مال تو اونی؟ ما ترکو چه لحظه من حال نخوردیم. خب بریم. بادکنک هم داریم ها. تو صبح جدی آمریکای کثافت، آمریکای کثافت. بریم آماده؟ بریم. سعی کن نخندی. غلط بکنم بخندم من. بریم. میاریم با برج میلاد هماهنگ میکنیم بره بالا. اینم دوست من. چطور دوست؟ خوبه؟ حله نه؟ آره درست. اینم برج میلاد. آره شماره ما نره نیست. خیلی خوبه. یکی تو یکی چه من؟ تو خندیدی اول. برو با باباتون از اینستاگرام جمع کنی. نگاه اوه با همین میسم ابراهیم. اصلا دلبری که این میکنه استاد مهدی. او واقعا اینا رو برعکس از استاد مهدی یاد گرفتیم. بابا من یه دستشم تمیز کنم از قلب بشونه. گونی رو انداخت رو کمرش. رقص کار چیزه. اصلا هیچ ریاکتی تو صورتش نیست. به امین بانی واقعا هنرمند خفنیه. چه کردی؟ من دیوونه این آهنگه. عشق دیوانه من چه کردی. من دیگه امین بانی قیافه رو نگاه. خیلی زور داره میزنه صداش خوب در بیاد. من واسه این اصلا به خدا تو 5 سال دیگه هم نمیخندیدم. نه من این رو تو بادکنکه رو 3 تا باید تو صورتت بهتره کنی. 2-0 برو هیچ تقلایی واسه نخندیدن نکنه. هر چی میاد میخند. برو بعده ببخش بذار اینو بزنم عقب صداش داره. اگه ترکیه بستنی فروش داره ما هم بلال فروش داریم. اندر کار بستنی فروش ترکیه. نگاه مو نمیزنه. نگاه حرکت رو نگاه. حرکت دست و پا رو نگاه. تو رو خدا به پاش فقط به پای چپش یه دقیقه نگاه کن. یه به پای چپش فقط نگاه کن لطفا. اصلا حواسش نگاه پای چپ. وای این کلیپ خیلی خوبه. میره سمت تیوی. وای میسه. دیدی تو اینو؟ بر میگرده سمت دوربین.
شاید باورتون نشه ولی همینو بس. این بابای کیه؟ بیاد از این اینستاگرام جمعش کنه. همین ویو خورده بود. نگاه چه سیسی گرفته بیشتر. یعنی هنر واقعی. این فکر کنم اشتباه تو ادیت اومده توی. من اینو دیدم. این اشتباه گذاشته است اینجا. آره. ها؟ خیلی خفنه. نه جدی لشوری گذاشته الان بازش میکنه. یه شکل خفنی در میاد. ببین چی در میاد چی. نگاه این خط آخرش نگاه. یه مریضم. بابا این اسرائیل قاچاقی دون با چه کاری همون داشته یک روزم به زور نگهداری خودشو چست میکنه. پس هیچ کس و هیچ چیزو به زور نگه نداری. درس خیلی خوبه دیگه. حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. بیناموس دلغک. 4-1 بکنم. اگه درست بگم. نگاه کن. به پاش خونده. مؤدب نشستی. عالی بودی رو نگاه. آقا من یکی بکن اختلاف زیاده دیگه. 5-2. نه من نخریدم تو خندید. ادیتور لطفا لحاظ کنه مرسی. ها یه روز با موتور میری بیرون اینا رو اصلا به چششون بره. بابا این خودش سوژه است داره بقیه هم سوژه میکنه. تا فردا داره میخنده. خب یه بار یه هم برای اون کلیپ هست. میشه برای اون کلیپ هست. نه این آدمش خونده. اینا چیز وان خوبای هنده. خواهد بچرخونه نمیچرخه. دیگه اومدم بگم لیتس گو گفتم بده واو. من اونو میخواستم بگم بلدم رضا. و طبیعیه من اگه انگلیسی بلد نیستم. بعد از یک ماه دوری یاد گرفت من زبان یاد نگرفتم. یه اومدم بگم لیتس گو بلدم گفتم بده واو. یه بابام داره میاد خونه منم وانمود کردم که مردم تا واکنششو ببینم. الان باباش بکنم سکته کنه. ویدیو چک کن ببین. من خندیدم. فرنود بود تو برنامه خاله آقای فاضلی، آقای نادریان، آقای نیو محمدی میتونم بگم تو خاله شادونه بود خاله فرنود یه چیزی نه که خوابم میاد. بعد اون موجی از فسیلوشی رو آره بعد فرنود بود. من آقای فرنود اون افتادم بچه الان میتونم بگم کدوم خاله بود. خاله نرگس. خودش انجام بده. حالا کی اینجا نشسته که به من بگه کارش انجام میده؟ تو اسمت چیه؟ فرنود. چی کار میکنی؟ چطور اینو خودت انجام میدی؟ ولی خوب جمعش کرد. شوشولمو چطوری تبدیل به لباس شویی کرد؟ نه واقعا لباس شوخ روشن کنی. الان اون بعد یارو میگه کلیم اون نشون نده. میگم امروز نمیتونم ببینمت. واکنش دوست دخترم.
تمام شد. نه اینکه کلیپ خیلی اختلاف خیلی بود. من زنگ بزنم به دوست دخترم بگم نه میخوام ریخت نه سریع ببین سریع تایممون هم داره میگذره. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. 3 تا بادکنک تو صورتش بعد باد کنه بهتر کنه. وان تو ببین میسی بعد دیگه زدی. خب الان فیلمش نشون میدید. بعدی آقا باید تعریف الان ببینم. تو صورت من نه که آقا تو صورت من. صوت و سفیری بلبلی خیلی برای تنوع در زندگی حتما این کارو بکنیم. میخوام تنوع نداشته باشه زندگی. باد کرد نظر بادش بده نکن. حامد بالون شد. حامد باورم نمیشه تو اینو تو صورتت ترکوندی. من واقعا میترسم. امیدوارم که از این کلیپ لذت قبلش یکیش مونده. یه جا دیگه باد کرده. کجا؟ زنگولا؟ بچه زنگولا رو لطفا به صدا در بیارید. یعنی کلافت دو سطح دیت اوسا بنزا سطح او سطح یوریو با داداش تو هم میبازی. با من اینی خیالم هست. آره معلومه. نیبروخ شو ببینیم. نوکرم ادون کانال رو سابسکرایب کن. زنگوله دقیقا یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد بچشم. نه اونوری بوست جان دوستت دارم اونقدر. اگه پولم نباشه واسه تو دیوونتم عجیب. سلامت کوکولای لعنتی. خیلی دوستتون دارم. با اجازه. مرسی مرتضی. مرسی. جا نداری مرتضی میره اون گوشه میشینه. البته الان سرپا بایسته. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. دوستتون دارم خیلی زیاد. امیدوارم که از این ویدیوی خفن ما هم لذت کافی رو برداشت. بیا اینجا خوشت میاد نه؟ خدافظ. این بوسمتون سربازتونم از ته قبل نوکریتون. با اجازهتون شبتون بخیر.